3 2 1. سلام، خوش اومدیم به چنل ما. اینجا هیکادای، من محمد، من آنا. امروز میخوایم در مورد یکی از دغدغه‌های بزرگ بعد از مهاجرت باهاتون صحبت بکنیم. البته از قبل مهاجرت شروع میشه، کار کردن. همه دنبال اینن که کجا کار بکنیم، تو کشور دوم چه کاری میتونیم انجام بدیم. میخوایم یه راهکاری بهتون معرفی بکنیم که از طریق سرمایه‌گذاری رو خودتون دیگه دغدغه کار نداشته باشین. پس بریم امروز و آنا جان کلی باهاتون کار داره. دیجیتال نومد کسی که کارش وابسته به اینترنت و یه دونه لپتاپه، یعنی از هر جای دنیا که باشه میتونه کار بکنه. فکر کن یه روز توی یه خونه، توی یه ویلا، تو گیرنه نشستی داری کار میکنی، یه روز هم اگه دلت بخواد میتونی بری یه شهر دیگه از قبرس شمالی، مثلا فاماگوستا. این آدما لازم نیستش که توی یه دفتر ثابت بخوام بشینن کار بکنن، فقط کافیه که یه وایفای خوب، یه اینترنت پرسرعت داشته باشن، یه لپتاپ هم جلوشون باشه و دیگه از فضای آرامش بخش قبرس شمالی میتونن لذت ببرن. یعنی لازمه هر شغلی داشتن یه محیط آرامش بخشه. توی قبرس شمالی هم چون هم اینترنت پرسرعت داره و همین که هزینه‌های زندگی به نسبت کشورهای اروپایی مثل آلمان اینجا خیلی کمتره، پس از سرتاسر دنیا دیجیتال نومدها رو داره به سمت خودش جذب میکنه. بذارین چند تا شغل باحال بهتون معرفی بکنم که دیجیتال نومدا اکثرا توی قبرس شمالی بهش مشغول هستن و اینا شغلایی هستن که در واقع همونطور که گفتم به اینترنت نیاز داره و یه دونه لپتاپ. ببینین اولین شغل فریلنسینگه. فریلنسینگو اکثرمون میدونیم چیه. یعنی مثلا اگه شما طراح گرافیک باشین یا ادمین اینستاگرام فضای مجازی باشین و بتونین سناریو بنویسین، میتونین کار فریلنسینگ انجام بدین، فریلنسر به حساب میاد. یا مثلا اگه مترجم باشین بازم همینطور توی دسته شغلای دیجیتال نومد میره. شغل دیگه که بخوام در موردش بگم برنامه نویسی و آیتیه، یعنی از توسعه اپلیکیشن بگیر تا طراحی سایت. شغل بعدی که بخوام راجبش بگم بازاریابی دیجیتاله، یعنی سئو، تبلیغات گوگل یا مثلا ادمینی پیج اینستا که امنیت پیج اینستا دستش باشه. بعدی هم که باز خیلی اینجا انجامش میدن آموزش آنلاینه. آموزش آنلاین شما تو هر زمینه‌ای که تخصص داشته باشی و اینو تو خودت ببینی که بتونی تدریس بکنی، میتونی این کار رو استارت بزنی. مثلا فرض کن که زبان انگلیسیت خیلی خوبه یا زبان ترکیت که اینجا زبان رسمی هستش و خیلی بهش احتیاج دارن خیلی خوبه و میتونی اینو تدریس کنی، میتونی به صورت آنلاین کار بکنی. و من خودم دیدم که مربی یوگا هستن تو همین ساحل لانگ بیچ، صبحای زود میان کلاس آنلاین برگزار میکنن. یا کار بعدی که میتونین انجام بدین و تو همین قبرس شمالی هم خیلی یار میبینیم که مشغول به این کار هستن، مثل خود ما که یوتیوب بریم و داریم محتوا درست میکنیم. محتوا سازی یکی از کارهایی هستش که شما از هر جایی از دنیا که باشین میتونین انجامش بدین و مثلا پادکسترن بعضیا. یه عده خیلی زیادی هم هستن تو قبرس شمالی که تریدرن. ترید بهترین کاریه که میتونین توی قبرس شمالی انجام بده. تمام این شغلایی که براتون گفتم اینا همشون انعطاف پذیرن و شما از هر جای دنیا میتونید به صورت دورکاری از این شغل‌ها پول در بیارین. اگه کارت با یه اینترنت پرسرعت و از راه دور میتونی باهاش جوری هستش که بتونی باهاش درآمدزایی بکنی،
قبرس شمالی رو توی یکی از گزینه‌هات بذار. اگر من شغلی رو فراموش کردم بگم یا تو شغلی داری که به صورت دورکاری هست، تو کامنت ها حتما برام بنویس و اینم بگو که دوست داری بیای اینجا دیجیتال نومد بشی یا نه. کم کم این مفهوم داره اینجا جا میفته و به مرور دیجیتال نومدها از سراسر دنیا به این قبرس شمالی جذب میشن. برای همه اینجا یه فضای ایجاد میشه، مثلا توی کافه ها که دیجیتال نومدها بتونن به صورت کوورکینگ کنار همدیگه کار بکنن و توی این پروسه بتونن با همدیگه هم آشنا بشن. چیزی که هست، من مطمئنم دیجیتال نومدها عاشق کارشونن، به خاطر اینکه اولا ساعت کاریش دست خودشونه و مجبور نیستن سر یه ساعت مقرر بخوام برن توی یه فضای شرکتی که مدام رئیسشون بالا سرشون باشه و بخوان به واسطه امر و نهی که بهشون میشه استرس بگیرن یا دچار اضطراب بشن. خیلی از فضاهای کاری هستن که شما با همکارای طرف هستی که مدام زیرا تو میخوام بزنن یا مثلا توی یه فضای کاری مسمومی قرار میگیری که همش باید انرژی تو صبح تا شب بذاری سر اینکه چجوری من بتونم با اینا رفتار بکنم تا بتونم توی این فضای کاری دووم بیارم، در حالی که توی مشاغلی که زیر مجموعه دیجیتال نومد به حساب میان، مثلا اگه شما تریدر باشی هیچ وقتی همچین فضاهایی رو تجربه نمی کنی. تمرکزتو میذاری رو خودت، تمرکزتو میذاری رو خواسته هات. تهش هم هر زمانی که بخوای کارتو میتونی تموم بکنی و بری سراغ تفریح و دریا و استخر و عشق و حال. هیچ جا مثل قبرس شمالی نمیشه. همونجوری که تو ویدیو دیدین در مورد دیجیتال نومد آنا جان کلی اطلاعات خوب داد. ما سعی کردیم این ویدیو رو تو سبک دیجیتال نومد براتون تهیه بکنیم تا بدونین سبک کاری توی این فضا به چه شکله و برای کار توی کشوری که میخوای مهاجرت بکنی کافیه یه پیشه یه شغلی رو مثل یوتیوبری، مثل ترید، مثل طراحی سایت یاد بگیریم و از طریق سایت های خارجی کار پیدا کنیم. میتونین وارد سایتی که تو دیسکریپشن براتون گذاشتیم وارد بشیم و با بقیه نومدها تو کل دنیا آشنا بشین. در نهایت لایک و سابسکرایب یادتون نره، اون زنگوله بالا هم بزنین به خاطر اینکه کلی ماجراجویی دیگه تو راه دارین. به آرزوهاتون فکر کنین تا بتونین اونها رو زندگی کنین. خداحافظ.